عوامل استکبار بعد از این حوادث سوریه خوشحالند، اظهار خوشحالی میکنند به خیال این که با سقوط دولت سوریه که طرفدار مقاومت بود، جبهه مقاومت دیگه ضعیف شده. خوشحالی میکنن، میگن جبهه مقاومت ضعیف شده. به نظر بنده اینا سخت در اشتباه. اون کسانی که خیال میکنن با این چیزها جبهه مقاومت ضعیف شده است، درک درستی از مقاومت و جبهه مقاومت ندارن. نمیدونن جبهه مقاومت اصلا یعنی چه. جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکنه یا از هم فرو بریزه یا نابود بشه. مقاومت یک ایمان است، یک تفکر است، یک تصمیم قلبی و قطعی است. مقاومت یک مکتب است، یک مکتب اعتقادی است. چیزی که ایمان یک عده مردم است، چیز قراردادی نیست که من حالا میگم چرا ایمان مردمه. این با فشار آوردن نه فقط ضعیف نمی شود، بلکه قوی تر میشه. انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خباست ها انگیزشون قوی تر می شود و دامنه جبهه مقاومت گسترده میشه. مقاومت اینجوری است.